میشه فکر کنم که هر روز میام و هلو اصلیا میگم، ولی این یکی یه ذره غم انگیزتره. امیدوارم که درک کنید. در کل نمیخوام بیام اینجا بشینم گریه کنم، از این داستانا نداریم. من همیشه خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید میگفتم، ولی الان باید بگم خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید توی یه چنل جدید. همونجور که دیشب از روی استوری اینستا و پستی که توی چنل اصلی گذاشتم متوجه شدین، متاسفانه چنل من، یعنی چنل اصلی، به یه مشکل خیلی بزرگ برخورده که امروز براتون توضیح میدم. معمولا از این ویدیو نداشتیم، چون من کلا هر اتفاقی که میفته سعی میکنم حلش کنم خیلی سریع و پاشو به ویدیو نکشونم، ولی خب این یکی واقعا خیلی اضطراری بود برای اینکه کلا چنل عوض شد و یه سری توضیحات باید بدم که قبلش ازتون خواهش میکنم اگه چنل رو ساب ندارین، که مطمئنم ندارین، حتما چنل رو ساب کنین، به دوستاتون معرفی کنین که فعلا من اینجا هستم و تا جایی که میتونید توی ویدیو بمونید، ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارین و همین دیگه. خب همونجور که میدونین هر چنل یوتیوب یه حساب نیاز داره برای اینکه بتونه درآمدش اونجا نقد کنه و حالا یه سری کارهای دیگه انجام بده، که متاسفانه چون ما توی ایران تحریم هستیم و نمیتونیم حسابی از خودمون بذاریم روی اون چنل من 2 سالی وصل بود، هیچ مشکلی نداشت. از یه حساب خارجی استفاده میکردم که حالا دوستم بود، همه چی خیلی اوکی و عادی بود، تا اینکه هفته پیش متاسفانه حساب اون فرد، اون دوستم، به مشکل برخورد و من مجبور شدم که حسابو از روی اون حسابی که هست به یه حساب جدید انتقال بدم. اون حساب بازم برای یکی دیگه از دوستان بود که اونم باز خارج از کشوره و متاسفانه چون اون حساب جدید بود 5 روزی تا یه هفته من منتظر موندم که اون حساب یعنی وصل شه به کانال من، ولی این اتفاق نیفتاد و از اونجایی که من صبر درست حسابی ندارم و یه هفته بود ویدیو نذاشته بودم، تصمیم گرفتم که برم با شرکتایی که توی ایران هستن همکاری کنم و چنل رو از اونجا قطع کنم، بدم به یه شرکت ایرانی که حالا اونا هم خارج از کشور هستن این کارو انجام بدن. توی یوتیوب یه قانونی وجود داره که اگه شما تازه به یه حساب وصل شدین و اونو بخواین کنسل کنین و به یه حساب جدید دیگه برین، 32 روز، دقیقاً 32 روز باید منتظر بمونین. و چون من هنوز حسابم به حساب دومی که دوستم باشه متصل نشده بود، با مشورت شخص سوم که همون شرکت ایرانیه بود تصمیم گرفتیم که اون دوستمو که هنوز حسابش وصل نشده بود و توی حالت چک بود ورش داریم و بخوام به اون حساب شرکت ایرانیه وصل کنم، که دیدم نه خیر، متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد و اون 32 روزی که یه قوانین هستش برای من اجرا شد متاسفانه و تا 32 روز من نمیتونم ویدیو بذارم، نه از اون چنل میتونم درآمدی داشته باشم و اگه هر روز دیگه بود مسلماً من میشستم یه 5-6 ساعتی گریه میکردم بابتش، از اونجایی که من همیشه اشکم دم مشکمه، گریه نکنی ها. ولی این بار بلند شدم یه آرایش دارین میبینین دیگه. حقیقتا میخواستم جوشایی که بر اثر استرس زده بودم و کاور کنم، امیدوارم شما نبینیدشون، ولی در کل ناراحتی نداریم. من اینو واقعا به یه نیت خیر میبینم، یعنی من خیلی وقت بود که خواستم یه چنل دوم بزنم، شاید همین باعث شه که من روی 2 تا چنل فعالیت داشته باشم. حالا فعلا که اینجا هستم تا 30 روز، بعدش هم یه پلنای خیلی خفن دارم برای این چنل که در ادامه خواهیم دید. واقعا باورم نمیشه هنوز همچین اتفاقی افتاده. من اصلا فکرشم نمیکردم یه روزی بخوام یه ماه ویدیو نذارم. من هر روز خدا توی چنل قبلیم، حالا نهایتش یه روز در میون ویدیو داشتیم. حقیقتا حس میکنم مشکل از 200K شدن بود، یعنی من از تایمی که 200K شدم یه روز همه اینا عقیده است، یعنی چه میدونم خرافات و چرت و پرته، شما لطفا بهش گوش ندید. ولی از روزی که 200,000 تایی شدم، 3 هفته که کامپیوترم خراب بود نمیتونستم ویدیو بذارم، یه هفته اوکی بود، من ویدیومو گذاشتم همه چی اوکی، تا دوباره اینجوری شد. ولی خب اوکیه، بازم به نیت خیر میگیریمش ما، یعنی چاره دیگه ای ندارم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که شما لطفاً حمایت قبلی که داشتین رو دریغ نکنین. چنل رو یادتون باشه که ساب داشته باشین حتما به دوستایی که حالا منو میشناختن یا ویدیومو دوست داشتن و الان یه جورایی منو گم کردن، معرفی کنین چنل رو بهشون. لایک ویدیو، کامنت
همه اینا باعث میشه که یه قدم از این حال روحی که من الان دارم یه ذره فاصله بگیریم و بریم جلوتر از همیشه. امیدوارم که ناراحت نشده باشین، چون ویدیوهای من همیشه پر از انرژی یعنی من اصلا متنفرم بیام تو چنلم همچین ویدیویی بذارم بعد بخوام مثلا ناراحت باشم راجبش، ولی خب اتفاق دیگه واقعا پیش میاد. کلی دوستتون دارم. راستی امشبم یه ویدیو جدید دوباره میذارم، یعنی امروز 2 تا ویدیو داریم، یکیش الانه یکیش امشب که در مورد پابجی هم هست. برمیگردیم به همون روال سابقمون و همین دیگه. امیدوارم همه چی رو توضیح داده باشم. مرسی که تا الان ویدیو رو دیدین. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی که امشب هستش، بای بای.